الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، سوال این است که آیا بیولی نکاح کردن جایز است یا نیست؟ قول صحیح و راجح که جمهور علما بر همین هستند و قرآن و سنت به همین دلالت میکند این است که بیولی نکاح کردن یک زن، خواه این زن باکره یا که بیوه ثیب باشد، جایز نیست و برای یک مرد مسلمان حلال نیست که یک زن مسلمه را بیولی به نکاح خود درآورد، به زنی بگیرد. به اذن و اجازه ولی نکاح کردن یک زن جایز نیست، حلال نیست، حرام است. البته فرق ندارد که این زن باکره هست یا که بیوه هست. بارک الله فیکم. و این قول جمهور علما، امام محمد بن الشافعی و امام مالک و امام احمد بن حنبل رحمهم الله تعالی می باشند. و دلیلشون البته از آیات قرآن شروع می شود، میگن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا وانكحوا الايام منكم. یعنی این آیات دلالت میکند به، البته آیات واضح است، دلالت میکند به اشتراط ولی، چخیلی که علما میگن و انکحوا نکاح نکنونید ولا تنكحوا المشرکین، یعنی دخترانتون را به مشرکین ندهید. اینجا خطاب برای ولی شده است. این آیات ها چرا دلیل است؟ این آیات ها خطاب برای ولی شده است، نه برای خود زن. الله به خود زن نگفته است که به مشرک، یعنی به یک مرد مشرک به زنی ندارو نگفته است، بلکه به ولی گفته است. این آیات ها برای همین دلالت میکرد و این دلیل جمهور علما است. و این چنین از فقه امام بخاری هست که در کتاب صحیح بخاری یک باب رو گذاشته است. باب این است که لا نکاح الا بولی، نکاح نیست بجز به ولی، و این عموم است. و این البته حدیث صحیح است که ابی موسی رضی الله عنه میگویند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند لا نکاح الا بولی، نکاح نیست بجز با ولی. و این در علم اصول فقه گفته میشد عموم. در اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگفتند که نیست نکاح بجز به ولی، فقط به زنی باکره نگفتند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عموم گفتند، یعنی مطلق گفتند نکاح نیست برای یک زن بجز با اذن و اجازه ولی. البته اگر ولی مسلمان باشد، اگر ولی همین نکاح رو قبول بکند. اما وقتی که مسلمان نباشد، البته برای مسلمه یک امام مسلمان، یک برادر مسلمان ولی می شود، اما به ولی نکاح نیست. و این روایت را امام ترمذی در سننشون با رقم 1101 و ابو داود در سننشون با رقم 2085 و ابن ماجه در سننشون با رقم 1881 روایت میکنند. و این حدیث را شیخ البانی صحیح میکنند در کتابی وقتی که نگاه میکنید صحیح الترمذی مجله اول صفحه 318. و از مادرمان عایشه رضی الله عنها حدیث دوم روایت شده است که میگویند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل. هر یک زنی که یا کدام زنی که به اجازه ولیش خودش رو به نکاح می درآورد، باید بداند که نکاحش باطل است و نکاحش باطل است و نکاحش باطل است. رسول الله گفتند هر زنی که به اجازه ولی خود به نکاح می درآید، یا هر یک مردی که یک زن رو به اجازه ولیش به نکاح می درآورد، 3 بار گفتند نکاحش باطل است باطل است باطل است. سبحان الله. و این حدیث هم در کتاب سنن امام ترمذی با رقم 1102 و در سنن ابو داود با رقم 2083 و ابن ماجه با رقم 1879 روایت شده است. و شیخ البانی این حدیث را صحیح میدونند در کتاب فی الارواء الغلیل، در کتاب الارواء الغلیل با رقم 1840 البته این حدیث را صحیح میدونند. بارک الله فیکم. و این حدیث ها دلالت میکند که به نکاح به ولی نکاح کردن مطلقاً جایز نیست. برای زنی که شوهر کردن میخواد حتما ولی ضرور است، خواه این زن باکره باشد خواه ثیبه یعنی بیوه. امروز یک فهم خطا انتشار شدگی هست در بین بسیار انسان ها، بعضی طالب علم ها هم دستگیری میکنند این فهم خطا رو. این است که میگند برای باکره ولی ضرور است، دختری که اولین بار به شوهر میبرد باکره هست ولی ضرور است، بی ولی نکاح نمیشد. اما برای بیوه زن ولی ضرور نیست. این سخن خطا است، سخن بدعتی هست، هیچ دلیل به این سخن نیست.
دلیلشون این است که والله اعلم اینها یک حدیث رو شاید دلیل بگیرن، خطا البته دلیل میگیرن، استدلال از این گرفته نمیشه. این حدیث است اما استدلال خطا است. پیامبر صلی الله علیه و سلم بین باکره و بین یک ثیبه یعنی بیوزن فرق میگذارند. میگویند که دختری باکره عادتا شرمگین میشود در حالت آمدن خواستگار. یک باره دختری باکره نمیتواند که بله من راضیم یا که نه من راضی نیستم بگوید. در این حالت اختیار در دست ولی هست. ولی میبیند قرینه ها رو، میبیند دلالت ها رو، میبیند که این دختر مثلا میگه خواستگار فلان کس اومد، اگر تبسم کند، خاموش نشیند، در این حالت این قرینه میشود که برای رضا بودنش. اما بیوه در حالت بیوه رو به شوهر برآمدن مثل باکره قرینه رو یعنی یک دلالت ها رو شما نمیکوید، نشانه نمیکوید. زنی بیوه باید خودش انیق آشکار واضح بگوید که بله من راضیم، من رو به فلان کس بدهید، یا که من راضی نیم، من رو به فلان کس ندید. چرا که زنی بیوه به نفسش مستحق دارتر از ولیش است، در حالتی ها یا نه گفتن، نه در حالتی اینکه بیولی نه. البته ولی وجود دارد اما به ولی این دختر باید جواب بدهد، چرا که اصلی مسئله در دختر است. پس فرق بیوزن از دختری باکره این است که بیوزن به نفسش حق دارتر است در حالت ها یا نه گفتن آشکارش. وی رو پدرش به اجازه اش به شوهر دادنش درست نیست. زنی بیوه رو به خواستی ولی به کسی که خواهد داده نمیتوند، بلکه در این حالت فقط بیوزن میگد که میلیش مرا بدهید، در این حالت ولی میدهد. اما باکره رو پدرش یعنی ولیش حق دارد که حتی به اجازه باکره به شوهر برارد. وقتی که دختر سن صغیر است حتی راضی نباشد هم ولی خیلی که مسائل فقه آمده است میتواند که بدهد، اما بیوه رو نه. اما در هر دو حالت هم به بیوه هم به باکره ولی بودنش شرط صحت نکاح است. بارک الله فیکم. پس در این مسئله آگاه باشید و این مسئله را ان شاء الله درست بفهمید.